Cristiano Ronaldo. از فوتبال پول در بیاری. این حرفی بود که معلم کریستیانو رونالدو در بچگی به او زده بود و او رو تحقیر کرد. اما خب امروزه چی شد؟ فقط چند وقت پیش دنیا خبر اولین فوتبالیست میلیاردر در جهان رو شنید و اون کسی نبود جز همون بچه‌ای که بهش گفته شده بود نمیتونی از فوتبال پول در بیاری، یعنی کریستیانو رونالدو. ولی خب کریستیانو رونالدو برای رونالدو شدن در دوران بچگی خودش سختی‌های فراوانی رو هم کشیده که واقعا ناراحت کننده است. من حامدم و اینجا چنل ورزش ها و توی این ویدیو سختی های کریستیانو رونالدو رو براتون شرح میدیم. لطفاً یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و اگه میخواین ویدیوهای ورزشی این چنینی رو باز هم ببینید چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. نایکی که سالی 20 میلیون دلار براش به کریستیانو برند CR7 مخصوص خودش رو داره و در کل میشه فهمید که زندگی کریستیانو رونالدو نمایش قشنگی از تلاش و به دست آوردن موفقیته. هواپیماهای شخصی، قایق‌های تفریحی، خانه‌های قیمتی در جاهای مختلف دنیا و از همه مهمتر یه خانواده خوب که با اومدن جورجینای زیبا در کنارش اینی که هست بشه. پس اگر هر کدوم از شماها هم هدف و یا آرزویی دارید مثل کریستیانو رونالدو براش تلاش کنید و مطمئن باشید که توی